یکی از حقوق زن بالای شوهر و یکی از حقوق شوهر بالای زن است که به یک دیگه خود زینت بتن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک مرد بنا به یک ضرورت در بیرون میبوده باشه، ذهنش در خانه باشه که چه وقت زود که در خانه برم. دقت کردید؟ میفهمین گپ من دیگه نه؟ این حق هم دیگه است و امی هست که قانون خانواده گرم می باشه. دقت کردیم؟ حفظ میشه، صمیمیت حفظ میشه و در رفتارها تاثیر میکنه. دقت کردید؟ این گپ تنها بود جنسی قضیه رو نگاه نکنین. خب چون شما این ذهنیت اتومات قضیه رو جنسی میسازین. خب یک بخش است و یک رابطه حلال است بین زن و شوهر، اما این دیگه زمینه ها تاثیر داره. یعنی وقتی یک زن و شوهر با هم دیگه صمیمی باشن و این یکی از راههای حفظ صمیمیت است و این که توجه شوهر تنها به خانمش بوده باشه، در همه موارد تاثیر میکنه. در رفتار تاثیر میکنه. در رفتار وقتی تاثیر کرد فضای خانواده فضای راحت‌تر و سالم‌تر میشه، حتی بالای تربیت اطفال تاثیر میکنه. دقت کردین؟ و این چی وقتی ممکن میشه؟ همین وقتی ممکن میشه که زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن به اصطلاح خود به گونه‌ای که مورد پسند همدیگه باشن تزیین بکنن. حالا قضیه سرچپه شده نه؟ قضیه سرچپه شده مثل که یک نفر میگه زن خدا بیرون گفت همشیره بباش تو رو نشناختم. خدا زدم من به خانم دستم گفت خدا من این رقم خانم داشتم. من خانه که میبینم این رقمی واقعا نمی رقم شده. این قضیه واقعا نمی رقم. از این خیلی زنا گفته میگه استاد گاهی وقتا استاد یا گاهی وقتا میگن این داخل خانه که بری شروعی که هیچ تمایل پیدا نمیکنه. خب طبعا دیگه بیرون که میبینی باز میگی خدا این از کجا افتیده دیگه. اگر امیر ما حالا قضیه سرچپه شدن، اونم کاری که داخل خانه باشه، داخل خانه نیست و او کاری که در بیرون نباید باشه در بیرون هست. البته در اینجا من تصور میکنم در جامعه ما قضیه به گونه است که مردا در این باب ملامت ترن. امی ذهنیت نیست در ذهن مردانه که مثلا من خود به همسر خود زینت بدم. من فکر نمیکنم که باشه، در حالی که تو باید باشه که شوهر با البته خواسته به اصطلاح معیارهای خانم خود بفهمه، مثلا کدام نوع لباس خوش داره، کدام نوع به اصطلاح عطر خوش داره، کدام نوع استایل میه خوش داره، کلی اینا رو مد نظر بگیره و خودمون رقم برابر کنه. این شرعاً پاداش داره، خب ثواب داره. فکر نکنیم که یک کار بد است، این نمی ثواب داره. دقت کردین؟ چرا شریعت تو میگه؟ عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگه رقم میگه من دوست دارم شوهرم به من خود زینت بده، من هم دوست دارم که برای خانم خود زینت بده. یک حکم شرعی است، بخشی از نیکی و احسان در حق همسر و شوهر است، در حق هم دیگه و یک بخشی از حقوقشان هست. یک بخشی از حقوقی از اینها نسبت به هم دیگه هست. دقت کردین؟ اما غالبا مردا در افغانستان ذهنیت ندارن. میگه برو دیگه رقم که بودم یگان تا گاهی وقتا میگه مثلا کسانی که نسوار میکشن، سیگرت میزنن، آفرین خانم‌ها از یا کار در خانه میمونه. قطعا حقوق خانم خود نقض میکنن. این دیوانگی کلان شده جایش بارین. خب مثلا جلابای خود از یک هفته باند میکشن. روز یک کلیپ دیدم، بعضی کلیپ‌ها به خاطر معلومات مفید است. همین که مثلا در مورد از این بود که زنها به چه چیزهای دقت میکنن. مثلا شاید یک نفر در ذهن یک نفر نیاید، اما بر زنها یک خیلی مهم است. باعث جلبشان نمیشه، باعث تنفر هم میشه از اونها. مثلا یک نفر وقتی ببینه ناخناش میبینه، شاید مرد دقت نکنه که ناخن میبینه، یگان تقدیر ناخنش مثلا که یگان نفر ممکن از ما خطا شود، تو سیاسی است. یا حتی موهای بینیش میبینه، از یگان تو کشالک میبینه. طبیعتاً بر انسان ناپسند است. دقت کردین؟ یا مثلا جرابایشه دقت نکنه که جراب از این برنامه چی رقم است. هدف ما ایست. این موارد شاید موارد جزئی بوده باشه، اما در زندگی خانوادگی رعایت اینها یک امر مهم است. دقت کردین؟ یک امر بسیار مهم است و به هر ترتیبی که زن و شوهر بتونن توجه یک دیگر بیشتر به هم دیگه جلب بکنن، شرعاً یک امر پسندیده است. مثلا زنها خیلی دوست دارن که برشان تحفه داده شود، خیلی خصوصا که به اصطلاح غیر مترقبه باشه. توجه نگرفت در خانه رفت مثلا آجی صاحب از بغل خود یک چیز بکشه، یک قطیگه که بته برای یعنی اولادا او دیگه مثل از او که ای برش یک دنیا رو داده باشه، خیلی خوشحال میشه و این باعث ایجاد روابط در میان خانواده ها میشه. اما وقتی قضیه معکوس بوده باشه، زنها در داخل خانه یا مردا هم میرقم مثلا یک مردا داخل خانه که باشه سولوشن سعی کردن نمیشه، در بیرون که میره باز خود هزار رقم آرایش میکنه، زنها نمیرقم. البته این به معنی نیست که آدم در بیرون باید نظافت خود حفظ نکنه، قطعا این معنا نداره، اما ما موضعش بفهمیم.
برای یک زن و برای یک مرد لازم است در بیرون و داخل خانه نظافتشان منظم بوده باشه. اما خصوصا اون نوع زینتی که باعث جلب توجه شود، موضعش در کجا هست؟ موضعش در داخل خانه هست، خصوصا از طرف زنها بیشتر که بعد از اونها شرعاً ممنوع است که در بیرون از خانه زینت‌های خود بر دیگران